شاکری امیدن غیب‌الله‌زاده، معاون رکتور اوید به کارهای معالجوی دانشگاه دولتی طبی ختلان. امروز در دانشگاه ما با ابتکار مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکا در همکاری با سازمان عمومی جهانی تندرستی و یونیسف همایش در دایره هفته اروپایی ایمونیزاسیون همایش برگزار گردید که در کار این همایش زیاده از 100 نفر دانشجویان و اردیناتوران کلینیکی فعالانه اشتراک نمودند. مورد تذکر است که هدف برگزاری این همایش در بلند برداشتن معلوماتناکی طبی دانشجویان در سمت اهمیت ایمونیزاسیون در نگهداری سالمی اهالی در جمهوری تاجیکستان می باشد و در اشتراک به‌واسطه دانشجویان در ترغیب ایمونیزاسیون همچون راهی پیشگیری بیماری‌های سرایتی در بین اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد.